حضرت ام مالک آیا چنین انسان‌هایی که امروز هستن و دعوا میکنن چنین اینها او عالم نبود یا که لغات عرب نمیدونست یا لغات اصطلاحات عرب نمیدونست که گفته باشه که برادر عزیز حکم معراج انکار کننده معراج چیست؟ اولا من حکم اسرا را میخواهم بیان کنم که حکم اسرا انکار کننده اسرا چیست؟ خبر اسرا و آیه یکم سوره اسرا ثابت شده است. خداوند جل و علا صراحتاً در آیه یکم سوره اسرا خودش میفرماید استعیذ بالله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. خداوند جل و علا که در این آیه صراحتاً گفته است کسی بگه که خبر اسرا حق نیست او خدا را دروغ میگه. کسی که اگر خدا را دروغ بگه او چی میشه؟ کافر میشه. یکی خبر معراج با چی ثابت شده؟ با حدیث های صحیح مشهور تا آسمان دنیا را ای آسمان دنیا بوس بالا برآمدن شد و حدیث های آحاد این هم صحیح ثابت شده حتی با اشارت آیات های 13 14 و 15 سوره و نجم ثابت شده. لیکن کسی انکار کنه عقیده علمای اهل سنت و جماعت همایی که او آدم مبتدع میگن یعنی مبتدع بدعتکار میگن یعنی کافر گفته نمیشود. میخواهم در اینجا یک مسئله مهم رو من به سمع شما برسانم که خبر معراج ما گفتیم با حدیث های مشهور و حدیث های آحاد و اشارت آیت ثابت شده. اگر به شرطی کسی که این انکار کنه اگر کافر گفته نشود، از بعض برادرها میشنویم شما مزار نری مشرک میشه یا که نباشه زیارت قبر نکنی مشرک میشه یا کسی احترام نکنی مشرک میشه یا رسول الله میگه مشرک میشه. روضه پاک حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم امروز که نگاه کرده و روضه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نگاه کرده دعا کردنش شرک میگن. این با کدام سبب با کدام خبر توری میگفته باشه؟ متاسفانه من بسیار افسوس میخورم از این انسان هایی که با شرک نسبت میدین. اصلا شرک در لغات عرب برابر کردن مخلوق به خداوند میگن. در اصطلاح شریعت برابر کردن مخلوق به خداوند در امور خمسه، در ذات، در صفات، در اسم، در امر و در حکم. اگر باشد کسی مخلوق به خداوند در همین امورها برابر کنه بد میشه مشرک. مثلا بگه که حیات پیغمبر رنگ حیات خدا است، ذات پیغمبر رنگ ذات خدا است، واجب الوجود است، وجودش از خودش ابتدا و انتها نداره. اگر همیشه بگه یا که بگه که حیات پیغمبر رنگ حیات خدا ابتدا و انتها نداره، محتاج به جان، محتاج به خون، محتاج به خواب، محتاج به پینک نداره، بعد میگیم که کافر شد گفته. و بگه یا که بگه که اسمهاش قدیمه یا که بگه صفاتهاش قدیمه ابتدا و انتها نداره کافر میشود. لیکن یک انسانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم واسطه قرار بده بگه پروردگارا به حرمت همین حبیبت، به حرمت پیغمبر آخر زمان، به حرمت همین حبیبت که همین خیل مورا کارهامونه آسان تو گفته اگر باشد یا کنن هیچ خیل این شرک نمیشه. این میکنن در کتاب ها که منصور یکی از جمله خلیفه های عباسیه است، میگه حج رفت، بعد حج بازگشت کردن روضه پاک حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیارت آمد. ناگاه حضرت امام مالک خطیب وفات. حضرت امام مالک یکی از جمله اساسگذاری مذاهب اهل سنت و جماعت است. حضرت امام مالک عالم مدینه، ای مدینه هیچ طرف گذشتگی نیست. حضرت امام مالک از جمله تبع تابعین است، یعنی که انسانی که پیغمبرها را دیدگی انسانها را دیده است، همین تبع تابعین میگن. حضرت امام مالک محدث است، حضرت امام مالک فقیه است، حضرت امام مالک یکی از جمله اساسگذاری مذاهب اهل سنت و جماعت است. حضرت امام مالک لغات عرب و تمام اصطلاحش به درجه اعلا میداند. انا همه حضرت امام مالک پرسید که من روضه پاک حضرت پیغمبر رو زیارت رفتم، اگر به شرطی من زیارت برم او را سین روضه پاک حضرت پیغمبر نگاه کنم دعا کنم یا که سین خدمت. حضرت امام مالک رحمت الله علیه چی گفتن صاحب قبر هذا وسیلتک و وسیلت ابو آدم، این گو وسیله تو و وسیله پدر حضرت آدم. سین حضرت پیغمبر رفت نگاه کرده دعا کرد. گفتن حضرت امام مالک مرحمت کردن که حضرت امام مالک آیا چنین انسان‌هایی که امروز هستن و دعوا میکنن
چنین اینها او عالم نبود یا که لغات عرب نمیدونست یا لغات اصطلاحات عرب نمیدونست که گفته باشه که سین روضه پیغمبر نگه نکرد که شرکی بودن. بسیار افسوس میخورم برای انسان هایی که همین کارها رو میگن، امروز ترغیب میکنن. این در هست حاجی محترم ما هم میگن زیارت میکنیم میریم در روضه پاک حضرت پیغمبر خدمتگزار هست، مورد نمیمونن که سین روضه مبارک دعا کنیم، بلکه میگه که شرکی باید سین قبله نگه کنیم. دیگه کپی ترامد نیست، کپی حقیقی ریالی. ایران هزارها حاجیان که با چشم خودشون دیدن و آوردن و ما رساندن. حکم این کار کننده معراج مبتدی میشه. مبتدی برای صاحب کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بسیار مقام بالا و بلند داره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که کسی بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله فانه فی ذمته و ذمه رسول ولا تخفر فی ذمته. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه کسی بگه که من گواهی میدهم غیر از الله دیگر معبودی نیست، معبود بر حق دیگر وجود ندارد و محمد علیه السلام پیغمبر او و بنده او گفته. کسی اگر شهادت بده برای این صاحب این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در عهد خدای عهد خدا را نشکنه گفتن، نه در ذمه خدا باشد، این را شکستن او را نسبت به شرک دادن و کفر دادن تماما ممکن نیست. که تا مادامی که کدام وقت او را کافر گفته می شود و شرطی که همین شهادتش روی بگردانه بگه غیر از خدا دیگر معبودی بر حق وجود دارد، بگه که محمد علیه السلام پیغمبر نیست، انا باز گفته می شود و این خیلی به عملهای اندک او را کافر گفته نمی شود. برای هم حضرت امام اعظم رحمت الله علیهم خودشان میگن که اهل قبله را کافر نمیگیم و سعی گناه کردن از گناه ها اگر چند او گناهش کبیره باشه نسبت کفر دادن برای صاحب کلمه لا اله الا الله برای صاحبان اهل قبله تماما ممکن نیست. حرام است که او کافر شد به یک اندک کار. در این مسئله بسیار احتیاط کردن در کاری که باید که او را نگینیم. اهل سنت و جماعت معتقدند که کسی در این جهان خداوند جل و علا را دیده نمیتواند. در دور آخرت دیدنش و آیات و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابته. اما در رویت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آیا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در شب معراج پروردگارش را دید یا ندید اختلاف صحابه وجود دارد. یکی قول صحیح بر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج ندید. براق با سخن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشان بیان کردن و مرا با وسیله بیت المقدس و یک چارپای بود که نام او براق بود، یعنی که از خچیر میده‌تر و از خر کلانتر گفته بیان کردن. لیکن بسیار تیز سیر بودن که همون چشم چنده که میدید این وقتی پاش میبرداشت و همون جای چشم میدیدگیش پاش میگذاشت، کنایه از تیز سیر کردن. اما درباره رویت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتیم که در شب معراج دید یا ندید اختلاف صحابه های، لیکن قول صحیح اینه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج حضرت خداوند جل و علا را ندیده است. روایت از حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه است که حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه میگه که سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم هل رأیت ربک؟ گفت من پیغمبر صلی الله علیه سوال کردم، گفتم آیا پروردگار را دیدی؟ گفت نه، بل رأیت نورا، نور را دیدم. گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین خیلی مرحمت کردند. و حضرت مادرمون حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که حضرت مسروق روایت میکنه، از حضرت مسروق روایت است که حضرت مسروق پسر عمه حضرت عایشه مادرمون و پسر خواهر حضرت ابوبکر که حضرت مسروق میگه که من حضرت عایشه مادرمون سوال کردم که آیا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در شب معراج پروردگارش را دید؟ وقتی که حضرت عایشه مادرمون میگه که حسین مسروق میگه که وقتی که این سوال دادی موهای من میگه ایتنم میگه بسیار چکت خست، میگه بسیار در چی افتادم در خشتاد افتادم. ای مسروق گفت تو آگاه باش که کسی بگه که
پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که در شب معراج پروردگارش دیده است، این دروغ است. یعنی پیغمبر خدا در شب معراج پروردگارش ندیده است، زیرا خداوند جل و علا خود در سوره انعام آیه 130 می‌فرماید لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. چشم ها او را در نمی‌یابند و او چشم ها را در می‌یابد. او مهربان و آگاه است. و کسی بگه که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا که کسی بگه که من با خدا سخن گفتم، او باور نیست، او دروغ میگه. برای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را که در آیه سوره آیه 11 میگه که و هیچ کس، یعنی هیچ کس آدمی رو ممکن نیست که خدا با او سخن بگوید مگر با وحی یا که از پس چی پرده. و کسی بگه که من علم فردا را میدونم که فردا چی میشود، او هم دروغ میگه. برای خداوند جل و علا در سوره لقمان آیه 34 میگه که هیچ شخصی نمیدوند که فردا چیکار میکند. و هر کس با تو بگه که وحی را حضرت پیغمبر پنهان کرده است، بگو که دروغ میگه. برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را خداوند جل و علا فرمود که ای پیغمبر آن چرا که از جانب پروردگارت به سوی تو فرود آورده شده است با مردم برسان. سوره مائده آیه 68 خبر میدهد. برای همون برادر عزیز حضرت عایشه مادرمان برای مسروق همین خبرها را داد و در آخر گفت که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت جبرئیل را در طول حیاتشون دو بار در صورت اصلی که او را خداوند جل و علا خبر کرده بود همه را دید گفته. حضرت علامه تفسیرزانی هم در شرح عقاید نسفی بیان میکند که کسی خبر اسرا را اگر به شرط انکار کند او چی میشود؟ او کافر میشود. اگر کسی معراج را اگر به شرط انکار کند او مبتدی میشود. گفتن در شرح عقاید نسفی بیان نموده است. میخواهم حکمت این دو چیز را کوتاه بیان کنم که حکمتش چیست. چی حکمتی که خداوند جل و علا رسولش حبیبش بر مهمانی خودش خواند. در این حکمت چیست؟ حکمت در اسراء و معراج یک دو واقعه بسیار بزرگ است. یک تنها یک رویداد و پیش آمد فردا و معمولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دیدن نشانه های بزرگ و مشاهده عینی ملکوت آسمانی و زمین مشرف شده باشد. نه فقط این است بلکه زیاده بر این مسافرت سیرهای نبوی و حکمت ها در آن داشت. آیات ها در همین باره نازل شده بیان کننده این مطلبند که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر قبلتین و امام مشرقان و مغربین و جانشین تمام پیغمبران و راهبر همه نسل های آینده است. در سفر معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مکه را به قدس و مسجد الحرام را به مسجد الاقصی پیوند داد و همه پیغمبران پشت سر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نماز گزارید و این دلیل است که رسالت اکرم صلی الله علیه و سلم عمومی و امامتش جاودانی و تعلیمات وی راهنمای تمام بشر در هر مکان و در هر زمان می باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترم عزیزان، معلومات کوتاهی که درباره اسراء و معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و دانش مکروهی که من داشتم به سمع شما رساندم. امیدوارم که شاید شنوندگان عزیز از این اسراء شاید خبرهای رسیدگی باشند. بعضی سوال‌هایی که اگر موندگی باشند اگر باید همین مرکز اسلامی مراجعت کنید انشاءالله به طریق چی انشاءالله با میخواهیم پاسخش جواب بگیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.